داشتم صحبت میکردم، یه حرف خیلی قشنگی به من زد. گفت فلانی من 6 سال یه سگو نگه داشتم، خرجشو دادم، همه کار براش کردم. یه روز که میخواستم غذا بهش بدم یه تلفنی خورد، مجبور شدم برم. تا برگردم یک ساعت و نیمی طول کشید. زمانی که اومدم غذای این سگو بدم پاچه منو گرفت و کند. میگه الان من موندم. واقعا 6 سالی یا بیهوده من زحمت کشیدم یا واقعا به یه حیوان اشتباهی این کار کردم. این داستان برام خیلی جالب بود که واقعا بعضی وقتا آدم باید بدونه که به کی، به چی، چه حیوانی میخواد محبت کنه که تو انتها پاشو نگیره و حداقل باعث نشه پشیمون بشه کردش. گفتم این داستان شاید جالب باشه برای شما، به شما هم بگم حالا این موضوع رو بدونید که حداقل حیوانای دور و برتون رو بهتر بشناسین. موضوع فقط خود حیوانه نبود، اون ذات حیوانه خراب بود. عزت زیاد.